در همین حال وزارت کارهای داخلی ولایت باوریای آلمان نواری را که با ادعای مبارزه با تندگرای اسلامی نشر کرده بود بعد از تنقیدهای سخت پاک کرد. این نهاد را منتقدان به آن ایبدار کردند که با نشر چنین نوار در جامعه اختلاف میاندازد و روحیه اسلام بدبینی را بیشتر میکند. مقامات گفتند تاسف میخورند که این نوار در جامعه نافهمی ها را به بار آورد. در نواری که وزارت روز 2 سپتامبر در شبکه ایکس نشر نمود، روحانی مسلمان زیر موسیقی ترس‌آور در فیلم تصویری زنی جوانی را فرو میبرد و تهدیدآمیز میخندد. در فیلم تصویری در نتیجه این زن به خانم حجابدار تبدیل می‌یابد که همسر دوم شده است و با اشک چشم آشخانه را پاک میکند. همکارم مومین احمدی که این موضوع رو پیگیری نمود حالا همراه من در استودیو است. سلام مومین، آیا در داخل آلمان نشر نوار چی واکنش‌هایی داشته است؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. پس از نشر نوار چند وکیل پارلمان پلیسی باوریا را سخت تنقید کردند. آنها وزارت را در پهن کردن ترغیبات مسلمان بدبینی ایبدار کردند. نیکول گولکه وکیل بوندستاگ پارلمان آلمان در شبکه ایکس نوشته است که نوار پررن نژاد پرستانه است. او گفته است باید ضد مسلمان بدبینی در جامعه مبارزه کنیم. نوار زمانی نشر شد که کارشناسان میگویند در آلمان روحیه اسلام بدبینی افزایش یافته است. نشر نوار در شب روزی بود که در 2 ولایت آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان که ضد قبول مهاجران اظهارات می‌دهد پیروزی به دست آورده است. وزارت کارهای داخلی باوریا نوار را پاک کرد و در صحبت با بخش روسی رادیو زودی گفت که تنقید را قبول دارند ولی هدفشان تنها مبارزه با تندگرایی در جامعه و آگاه کردن مردم از خطرهای تندگرایی اسلامی بود. مومین طوری میدونیم در آلمان توجیکان زیادی کار و زندگی میکنند. آنها در این باره چی نظر دارند؟ بله شهلا، مهاجران تاجیک مقیم آلمان میگویند روحیه مهاجر بدبینی و اسلام بدبینی را در جامعه کم کم احساس میکنند، تمایلی که در گذشته دیده نمیشد. شماره دقیقی تاجیکان در آلمان معلوم نیست ولی صدها تاجیکستانی در این کشور به حیث پناهجو، مهاجر مهنتی و دانشجو به سر میبرند. یک راننده ماشین بارکش در آلمان که 5 سال باز در این کشور زندگی دارد میگوید 2 سال اخیر احساس میکند که یک اندازه برخورد با مهاجران دیگر شده است. این مهاجر تاجیک بر این نظر است که مهاجران با رفتارهای نادرست خود دست به جنایت زدن و عضو گروه‌های تندرو شدن چنین اندیشه را در ذهن مقامات و مردم محلی به بار آوردند. در 2 سال اخیر بیش از 10 تاجیک را در آلمان با گمان آمادگی به حمله‌های تروریستی و عضویت در داعش بازداشت کردند. مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور اخراج کرده بودند. تشکر مومین برای صحبت فراگیر. البته این رو هم نباید نادیده گرفت که حمله های مهاجران باعث نگرانی آلمانی ها شده است. 23 آگوست سال روان در شهر سولینگن آلمان یک مهاجر 26 ساله از سوریه به جشنواره مردمی حمله کرده 3 نفر را به قتل رساند و 8 کس دیگر را مجروح نمود. مسئولیت این حمله را سازمان دهشت افکنی دولت اسلامی برداشت گرفت. همین طریق تجلیل 650 سالگی شهر سولینگن به ماتم تبدیل یافت و همین گونه که همکارم مومین احمدی گفت مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور راندند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.